چون من همیشه میشنیدم از رسول الله صلی الله علیه وسلم که همیشه اسم این دو نفر بر زبانش بود. اگر بیرون میرفت میگفت خرجت انا و ابوبکر و عمر. اگر داخل میآمد میگفت دخلت انا و ابوبکر و عمر. اگر می نشست، اگر بلند میشد، همه حرف و حدیثش این دو نفر بود. اما اون سه جمله‌ای که باید برای صاحب تعزیه بگید، پس سه تا جمله باید خود اون مصیبت دیده بگه. چی شد؟ انا لله و انا الیه راجعون، اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها. به فارسی هم بگید. سه تا جمله باید کسی که برای تعزیه میره به مصیبت دیده بگه. اعظم الله اجرکم، خدا اجر شما را بزرگ قرار بده، به شرطی که صبر کنید. و احسن عزاءکم، هم دعاست و هم تذکره. و عزاداری شما را حسن، زیبا، نیکو، به گفته خودمون جون قرار داد. چه دعای زیباییه. و احسن عزاءکم، تعزیه شما تعزیه خوبی باشه. و غفر لمیتکم، دلشون هم به دست میاره، خدا میت شما را غریق رحمت و مغفرت کند. ما هم این سه جمله رو به این بازماندگان عزیزمون تقدیم میکنیم. اعظم الله اجرکم و احسن عزاءکم و غفر لمیتکم. بگید آمین. جمله وسطی الان مشکل ساز شده. احسن عزاءکم، همینطوری که در شادیمون فرهنگمون بر باد رفته، اصالتمون از دست رفته، فرهنگ بی تقوایی و بی عفتی تو عروسی ها حاکم شده، تو عزاداری ها هم فرهنگ بی سنتی حاکم شده. همش مندرآوردی و سلیقه شخصی است. یکی میان میگه مادرت یا پدرت مثل کوله خشک، ما تو شروع میشنویم، مثل کوله خشک زی خاک شد. نه ختمی، نه خیراتی، نه پلوی، نه چیزی به مردم شده. مثل کوله خشک شد زی خاک، دست خوش تکون برگشته. هر کسی پدرش مادرش دوست داره، زورش میاد که اینطوری بهش بگن اگر شده بره 5 میلیون تومان قرض بگیره پلو به مردم بده، که کسی نگه مادرشو مثل کوله خوش زیر خاک زد. دیگه حرف خدا و رسول خدا براش مهم نیست که آیا این عزاداری طبق سنت خدا و رسول خداست یا نه. عزیزی در محله ما فوت کرده بود. سنته که همسایه ها غذا ببرن، این 3 روز خانواده میت دست به سفید و سیاه نزنه، اصلا آتش روشن نکنن، بنشینن صبحانه نهار شام همسایه ها، حتی اگر صاحب میت و مصیبت میلیونر باشه. بحث میلیونری نیست، بحث همدردی است که این 3 روز اینها داغدارن، عزادارن، ناراحتن، مشکل دارن. ما باید بریم اونجا چه سفره بندازیم، غذا برشون تهیه بکنیم، سفره بکشیم جلوشون، ظرفای نشسته هم بر بگردونیم خانه بشوریم. حالا مهمانی از راه دور قوم و خویشاش آمدن اشکال نداره، ولی کل شهر اونجا جمع بشن که پلو خوریست خیلی اشکال داره. خب ما گفتیم که یک روزش هم ما سهم ما بدید بیاریم. وقتی که بردیم اونجا روز جمعه بود، تحویل دادیم، برگشتیم، یکی از بچه‌هایی که حالا اونجا بود دیگه تا دیگ آوردن داخل، یه زنی بلند شد سر دیگ باز کرد، اون طرف سر اون دیگ باز کرد، اون طرف نگاه کرد، این غذاست که آوردن، دسر که نداره،
نوشابه و ماست اینا، سبزی که نداره، فلان که نداره. سبحان الله. چطوری دندونش تیز کرده، زن همسایه آمده نشسته، چطوری از دلت در میاد که بگی نوشابهش کجاست؟ برای تو نیاوردن، برای این داغ دیده ها آوردن. پس سبزیش کجاست؟ پس لیموش کجاست؟ شیعه و سنی الان تو باطلاق گیر کردن، تو 3 تا اسراف: اسراف عروسی، اسراف عزاداری، اسراف حج. پول حج 2 میلیونه، سوغاتیش 10 میلیونه. طرف آب زمزم جلوش گذاشتی با خرمای مدینه، بازم امید داره وقتی در اتاق باز میشه یه پلاستیکی. درسته یا نه؟ آب زمزم بهش دادید، خرمای مدینه، ما زمزم لما شرب له، آب زمزم به هر نیتی که بنوشی، به نیت پاکی، طهارت، به نیت شفا. آب زمزم خورده، خرمای عجوای مدینه هم خورده، همین نشسته. تا در اتاق باز شد پلاستیکی چیزی نیامد. طرف 2 تا گاو